سلام اطفال نازنین، خوش آمدین به یکی از دیگر ویدیوهای درسی ما. خدا کنه که همتون خوب باشین و لحظاتتان را تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. قسمی که در درس گذشته ما حروف الفبا را خواندیم، هجای بعضی کلمات خواندیم، با کلمات جمله جور کردیم. به تعقیب درس گذشته ما امروز از حرف ت شروع میکنیم. پیش از اینکه بریم درس خود آغاز کنیم، داستانی که به شما آماده کردیم با هم یک جا میبینیم و دوباره برمیگردیم. داستان تبر دست سیاه. روزی تبر دست سیاهی به جنگل رفت. تبر درخت چنار را قطع کرد و درختان دیگر از ترس تبر چیزی نگفتند. تبر هر روز به جنگل می رفت و درخت را قطع می کرد. یک روز درخت پیری به درختان دیگر گفت: باید فکر کنیم و نگذاریم تبر درختان را قطع کند، و درختان همه قبول کردند. فردا تبر وارد جنگل شد تا درخت دیگری را قطع کند. اما درختان همه متحد شدند و تبر را از جنگل بیرون انداختند. خب عزیزان، داستان با هم دیدیم و هدف ما از این داستانی بود که شما بیشتر با حرف ت آشنا شوین. حالا میریم کلمه هایی که در آن حرف ت آمده یک بار دیگه تکرار میکنیم. اولین کلمه ما تبر است که اولین حرفش ت آمده و تبر چند هجا داره؟ تبر 2 هجا داره. کلمه بعدی ما دسته است که ت در بین کلمه آمده و دسته چند هجا داره؟ دست تا 2 هجا داره. بله، بعد از او کلمه بعدی ما ترس است که ترس چند هجا داره؟ 1 هجا داره. کلمه بعدی ما رفت است. رفت در آخر کلمه حرف ت آمده و رفت چند هجا داره؟ رفت 1 هجا داره. بعد از رفت کلمه بعدی ما درخت است. درخت 2 هجا داره. درخت و ت در آخر کلمه آمده. به تعقیبش گفت است که گفت چند هجا داره؟ 1 هجا داره. وقتی که در اول گفت یک نون اضافه کنیم شکل منفی را به خود میگیره که باز انشاءالله در درس‌های بعدی بیشتر میخوانیم. به تعقیبش کلمه متحد است که متحد چند هجا داره؟ 3 هجا داره. متحد. و بعد از او کلمه ما انداختند که انداختند چند هجا داره؟ انداختند 3 هجا داره. این بود کلمه هایی که حرف ت در آن به کار رفته بود. خب عزیزان، در این قسمت 3 کلمه داریم که باید با حرف ت تکمیلش کنیم. اولین کلمه ما است ر، ب، واو، ز. وقتی که در اول از حرف ت را اضافه کنیم میشه تربوز. دومین کلمه ما است میم، الف، سین، ماس. وقتی که در اول از حرف ت را اضافه کنیم میشه تماس. و یا اگر در آخر کلمه حرف ت را اضافه کنیم میشه ماست. و کلمه دیگه ما ت واو است. وقتی که در آخر از حرف ت را اضافه کنیم میشه توت. حرف بعدی ما حرف س است و داستانی که به شما آماده کردیم ساعت مثلثی. بریم و با هم یک جا ببینیم. داستان ساعت مثلثی. ثریا اولین بار در ماه ثور بود که ساعت را از مادرش یاد گرفت. او حالا می داند ساعت 3 عقربه دارد. ثریا اول نمی دانست چرا عقربه کلان تیز حرکت می کند و خسته نمی شود. او دوست داشت که عقربه کلان کمی استراحت کند. ثریا به مادرش گفت عقربه کوچک باید به جای عقربه کلان تیزتر حرکت کند. مادرش خندید و گفت هر کس باید وظیفه خود را انجام دهد و اگر هر یک از عقربه ها وظیفه خود را انجام ندهد تو نمیدانی چه وقت به مکتب بروی. مادر ثریا یک ساعت کوچک برای او خرید که ساعت ثریا به شکل مثلث بود. خب
خب دوستکا، داستان با هم دیدیم و با حرف سه آشنا شدیم و حالا کلمه هایی که در آن حرف سه آمده یک بار دیگه تکرار میکنیم. اولین کلمه ما ثریا است که ثریا چند هجا داره؟ ثریا سه هجا داره و سه در اول کلمه آمده. دومین کلمه ما ثور است که ثور چند هجا داره؟ یک هجا داره و سه همچنان در اینجا در اول کلمه آمده. و کلمه بعدی ما مثلث است که مثلث چند هجا داره؟ مثلث سه هجا داره و در اینجا سه دو بار تکرار شده. خب عزیزان، رسیدیم به حرف جیم. بریم با هم یک جا داستان جلال و چوچه ها رو ببینیم، دوباره برمیگردیم. داستان جلال و چوچه های مرغ. جلال در حولی خانه‌شان یک درخت کاج کلان دارد. او زیر درخت کاج یک لانه کوچک برای 5 دانه چوچه مرغ درست کرد. جلال به چوچه ها آب و دانه می دهد. او گاهی وقتها به چوچه ها برنج می دهد. یک روز جلال به چوچه ها انجیر داد. او وقتی از مکتب برگشت دید چوچه هایش به حال روی زمین افتاده است. او عاجل به پدرش خبر داد. پدرش به چوچه ها دوا داد و حال آنها خوب شد. جلال فهمید که هر چیزی را نباید به چوچه ها بدهد. خب عزیزان، داستان با هم دیدیم و با حرف جیم آشنا شدیم. پس خوب است کلمه هایی که در آن حرف جیم آمده بود یک بار دیگه تکرار کنیم. اولین کلمه ما است جلال. خب جلال چند هجا داره؟ 2 هجا داره. جلال 2 هجا داره و جیم در اینجا در اول کلمه آمده. به تعقیبش کلمه بعدی ما است ناجو. ناجو چند هجا داره؟ ناجو 2 هجا داره و جیم در اینجا در وسط کلمه آمده. به تعقیبش کلمه بعدی ما برنج است. برنج چند هجا داره؟ برنج 2 هجا داره. بله. کلمه دیگه ما انجیر است. انجیر چند هجا داره؟ انجیر 2 هجا داره. و کلمه آخری ما عاجل است. عاجل چند هجا داره؟ عاجل 2 هجا داره. این کلمات بود که در آن حرف جیم به کار رفته بود. خب عزیزان، این بود درسی برنامه ما. خدا کنه که یک چیز آموخته باشین. تا درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. شب و روز خوش داشته باشین.